والمراد طلب المعونة في المهمات كلها أو في أداء العبادات. اشاره به إياك نستعين دارم. نستعين نطلب المعونة، بار الله از تو کمک می‌خواهیم في أي شيء. نستعينك في أي شيء. مستعان به یا مستعان له اینجا در واقع مبهم هست. برای چه کمک خواستن در چه اموری؟ این مطلق گذاشت در هر امری. یکی اینه که میگه فی المهمات کلها، مستعان فی تعبیر کنید بهتره. نستعینک فی المهمات، در کارهای در تمام امور. مهم به معنای کار، در تعبیر ما کار مهم در برابر غیر مهم نه، مهم یعنی امور. فی المهمات کلها، در تمام امور. یا چون تو نماز هست، عبادت هست، ایاک نعبد و ایاک نستعین فی العباده. برداشته اللهم بیزاوی یکی اینه که نستعینک فی العباده از جمله ما قبل استنباط می‌نماید. نستعین، نعبد و نستعین جمع هست. کسی که میخوانم مفرد هست، این ضمیر جمع متکلم رو کجا اشاره داره؟ والضمیر المستکن فی الفعلین، یعنی نعبد و نستعین للقارئ و من معه من الحفظه. اگه تنها نماز میخوانه، خودش و فرشته هایی که همراهش هستن. اگه در جماعت هست و حاضری صلات الجماعه، ما همه اینجا دست جمعی نماز میخوانیم. او له و لسائر الموحدین، ضمیر له جواب للقاری، یعنی که ضمیر به نستعین ارجاع میشه جمع به خواننده و سایر موحدین فی العالم. این کسانی که ایاک نعبد، ما تو رو پرستش می نماییم فقط، یعنی ما مجموعه موحدین و همینطور ما مجموعه موحدین از تو کمک می‌کنیم. خب اینجا میگه ادرج عبادته فی تضاعیف عبادتهم و خلط حاجته بحاجتهم لعلها تقبل ببرکتها و تجاب الیها. یه شیوهی الله ذوالجلال گویا آموزش میدهد، یاد میدهد که ما تو را پرستش مینماییم. نه من نیست، ما هست. عبادت خودش رو با عبادت بقیه همراه می نماید، خواسته خودش رو با خواسته های دیگران همراه می نماید. که چه بسا موحدینی هستن، عبادت گزاران هستن که عبادتشون مقبول هست، خواسته هاشون اجابت می شود. در لابلای اینها خواسته من تنها هم قبول بشه. ولهذا شرعت الجماعه. علت تشریع و مشروع شدن جماعت هم همینه که عبادت ها دست جمعی انجام بگیره، برخی دیگر رو تقویت می‌نماید. و قدم المفعول ایاک در هر دو جمله للتعظیم، چرا که خطاب به الله ذوالجلال هست. و الاهتمام بهی، اهتمام به لفظ جلاله برای مؤمن اهم شیء لفظ جلاله هست، جایگاه الله ذوالجلال هست. ایاک و دلالة علی الحصر که بیشتر بر این
اشاره هست به تقدیم محق و تأخیر فی الاسرارات سیست. ولذلك قال ابن عباس، چون تقدیم اینجا مفید حسن هست، ابن عباس رضی الله تعالی عنه ایاک نعبدو رو این گونه تفسیر نموده است: نعبدک ولا نعبد غیره. ولا نعبد غیره از کجا فهمیده میشه؟ از ایاک نعبدو. و دلیل دیگر و تقدیم ما هو مقدم فی الوجود. الله مقدم فی الوجود است در این کائنات ما سوى الله هم حادث هم به اعتبار وجود جلال مقدم هست، پس در لفظ و تعبیر هم مقدم. ایاک نعبد و تقدیم ما هو مقدم فی الوجود. این هم نکته هایی که در وجه تقدیم داره بیان میکنه. و تنبیه علی ان العابد ینبغی ان یکون نظره الى المعبود اولا و بالذات و منه الى العباده. اشاره به اینه که عابد عبادت گزار در هنگام عبادتش چشمش دیدش نخست به معبود باشه. اول به چی باشه؟ ایاک. عبادت هم لحاظ بنماید ولی لحاظ ثانوی باشه. در مرتبه دوم اون هم اگر عبادتش رو هم ملاحظه می نماید، نه از این جهت که افعالیست فعلیست از بنده سر میزند، رکوعی هست، سجده‌ای هست، خم راست شدنی هست، کنشی هست، تواضعی هست. نه، خود عبادت هم اگر لحاظ می شود به خاطر این که ارتباطی است با معبود. اگر این رکوع و سجده هم ارزش داره به خاطر ارتباط با معبود، بس در کل هم معبود هست. اول معبود لحاظ میشه ایاک، بعد نیم نگاهی به عبادتش هم داره. او هم از این جهت که خود ارتباطی است بین عبد و معبود، نه از این جهت که حرکاتی انجام میده. و تنبیه علی ان العابد ینبغی ان یکون نظره الى المعبود اولا و بالذات، یعنی ذاتاً و حقیقتاً دیدش نخست به سوی معبود باشه. دیدش به معبود دید ثانوی و ضمنی نباشه، حقیقی باشه، ذاتی باشه. و منه الی العباده، بعد به سوی عبادتش توجه داشته باشه. لا من حیث انها عبادت صدرت عنه، نه از این جهت که حرکاتی از بنده سر میزند، بل من حیث انها نسبت شریفت الیه تعالی و وصلت بینه و بین الحق. از این جهت نماز خیلی ارزش داره، حقیقت و بالاترین عبادت هست. ارزشش در اینه که مثل که شما با یک خطی، با یک بیسیمی، با یک تلفنی با کسی صحبت میکنی، اون که اونجا صدات رو میشنوه برات خیلی مهمه. هر وقت این سیگنال ضعیف شد ناراحت میشی. چرا ناراحت میشه؟ که صدات اونجا نمیرسه، یا اون صدا، شما صدای او رو نمیشنوی. درست یا نه؟ پارازیت هایی که میاد تو همین ارتباطات چقدر زننده هست، ناراحت کننده هست. نماز هم اینطوریست. ما در روایت داریم که از جلال نمازی نماز رو قطع نکنید، رد نشید، چقدر سنگین هست. ما عجیبه، چی شکار داره؟ تو بعض روایت هست فل یقاتل رو، یعنی اگر جلو نماز رد شد بزنید. و بعضی فقها میزنن، نماز فاضل نمیشه، مشت میزنن. چرا که این در واقع همون پارازیت است که رابطه رو چکار میکنه؟
ولی چون رابطه های من و شما رابطه نیست، ارتباطی نیست که قطع بشه. ارتباطی نیست که قطع بشه بعد ما ناراحت بشه. اونه که ارتباطش قطع میشه احساس میکنه. اونه که یکی گوشی رو می‌داری برداشته، اصلا توش باتری هم نیست، شارژی هم نداره، آنتنی هم نیست، همینطوری برداشته که بگن برای من دارم صحبت میکنم. این حالا آنتن باشه نباشه، پارازیت باشه نباشه، نیست مهم. ولی اونه که رابطش برقرار شده، مرتبط هست، داره در عین گفتگو هست، شما یه مرتبه سیم رو میکشی قطع میکنی، خیلی ناراحت زننده هست. او هم داره شما رو بکشه، رابطش رو قطع کنی. این مفهوم این که نماز رابطه هست و مهم هست و کسی از جلو نماز رفت شد، اگر بدون چه گناه مرتکب شده باید چندین سال یا در روایتی چندین ماه چندین روز صبر بکنه. بهتر از این که از جلو نماز کسی بعد بشه مرتکب گناه بزرگ. فإن العارف تمام شد. فإن العارف إنما يحق وصوله، يعني يثبت ويتحقق وصوله إذا استغرق فيه در عبادتش یا در ملاحظه ذات باری تعالی استغرق فيه در این عبادتش. فإن العارف إنما يحق وصوله إذا استغرق فيه في ملاحظة جناب القدس. بعد همون تفسیر کرد در ملاحظه، یعنی در ارتباطی که با بارگاه الله ذوالجلال جناب القدس از کنایه ذات باری تعالی هست. و غاب عما عداه، زمانی وصلش ثابت می شود که داره مستغرق باشه. و غاب عما عدا، از غیر او روگردان باشه. حتی انه لا یلاحظ نفسه، خودش رو هم ملاحظه نمی نماید. ولا حالا من احوالها، اهل سلوک خب احوالاتی دارن، اون احوال براش خیلی مهمه. خودش هیچ حالاتی که در طی مراحل سلوک به وی دست میدهد و میپیماید، درجاتی رو که کسب میکنه. خب من شما در این وادی نیستیم، زیاد شاید متوجه نباشیم، ولی همین فهمیده میشود که اون حالات براشون خیلی مهمه. بعضی وقتا در عین ارتباط حالات هم مورد ملاحظه، مورد توجه قرار میگیره. میگه اون حالات رو هم نباید توجه کنن. حتی انه لا یلاحظ نفسه ولا حالا من احوال النفس الا من حيث انها ملاحظه له لله ومنتسبه الیه. اگر اون حالات رو هم ملاحظه می‌نماید به خاطر الله هست، به خاطر نسبتش که با جناب القدس هست، ذات باری تعالی. ولذلك به همین جهت که توضیح داده شد ایاک چرا مقدم شد، دقت کردید؟ فضل ما حكى الله عن حبيبه حيث قال لا تحزن إن الله معنا. دو تعبیر رو با هم مقایسه می‌نماید. یه تعبیری است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم الله ذوالجلال از زبانش سخن میگوید، نقل میکند در سفر هجرت با یار غارش به سراسیمه شد. فرمود لا تحزن ان الله معنا، الله با ماست. لفظ جلاله را مقدم کنید. نفرمود معنا الله ان معی ربی، نه ان الله معی. على ما حكاه عن كليمه حيث قال إن معي ربي سيهدي. برداشت عرفا اینه که تعبیر اللهم ان الله معنا عمیق‌تر هست از تعبیر ان معي
درسته؟ اونجا لفظ جلاله مقدم هست. و کرر الضمیر للتنصیص على ان المستعان به لا غیر، على انه المستعان به لا غیر، و قدمت العبادة على الاستعانة لیتوافق رؤوس الآیه و یعلم الاخر. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینطوری هم امکان داشت ایاک نعبد و نستعین. ضمیر تکرار نمیشه، ضمیر رو تکرار نمود. هم در موضع عبادت ضمیر تصریح شد، هم دوباره در موضع استعانت. با همین عطف میشد که ایاکه که قبل از نعبد اومده اینجا هم مفروض مقدر بشود، ولی تصریح نمود. چرا؟ نکته میگه و کرر الضمیر للتنصیص علی انه المستعان به لا غیر. خواست تصریح نماید که همینطوری که انه المعبود انه المستعان. فهمیدید میشود ولی تصریح نبود. ما تصریح اینجا لازم هست، چنانچه که عبادت خواسته او هست، استعانت هم صرفا از آنه. عبادت مقدم شد بر استعانت. ایاک نعبد و ایاک نستعین. فرمود ایاک نستعین و ایاک نعبد. خب دیگه آیات با هم همخوانی داشته باشند. به خاطر همخوانی داشتن آیات با هم لیتوافق رؤوس الآیه. رؤوس الآیه یعنی آخرات، منظور رؤوس الآیه فواصل آیات هست. این یه نکته دیگه هم میگوید که عبادت اینجا وسیله قرار داده شده. عبادت چی شده؟ و جانب انسان درخواستی داره، قبل از درخواستش دقت کردید صلاحیت خودش رو، لیاقت خودش رو کار ثابت بکنه. شما درخواست میدید اینجا جلوتر نمرات خودتون رو میفرستید. نمرات من اینه، تاییدیه من اینه، رزومه من این هست و رزومه شخصی خودت میفرستید. رزومه های دیگری همراه بکنید فایده نداره. ایاک نعبد و ایاک اینجا عبادت رو پیش گرفت. توسل اینه، اینجا هم بهش اشاره میکنم که درخواسته ها توسل باید باشه. این نوع توسل یعنی بنده ثابت بکنم، رزومه داشته باشه، رزومه خودش رو پیش بنماید. اغلب الاجابه هست. اگر هیچی هم نداشت، دست خالی هم اومد بازم اشکالی نداره، نیازمندی خودش رو پیش بکنه. این هم خیلی ارزش داره. هیچی نیست. هر چی گذشته رو نگاه میکنم، نه عبادتی است، نه صدقه است، نه جهادی است، نه فلانی است، هیچی نیست. فقط لطف تو هست. اگر کسی چیزی نداشته که نباید سوال بکنه، باید حتما یه چیزی داشته باشه. تازه مسلمان میشه میاد این چی رو پیش بکنه؟ هیچی نداره. ولی اگر داره اون خدماتش رو پیش بکنه. وابتغوا الیه الوسیله بعد وجاهدوا فلان میگه تو آیات. این استدلال نادرستی که توسط میشه در از اونجا توضیح همینه که داره توضیح میده که جهاد و عبادت و صلات و فلان اینها باید مقدم بشه، عرضه بشه. توسلی هم که برجستهش کردیم اینقدر اختلافی شده و فلان اصلش اینه اعمال صالحه هست. بعض وقت عمل صالحی نیست، صفات باری تعالی رو در وسط میاره. آیا عظمت اسماء حسناء صفات بزرگی، رحمانی، رحیمی، صفات باری تعالی و اینها صفات باری تعالی اعمال صالحه
همون منهجی است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در دعاهایش داشته و قرآن هم به اون اشاره داشته. بقیه انسانها رو واسطه کردن، این و اون رو واسطه کردن، به برکت فلانی و به حرمت فلانی ها را تو این الفاظ فلانی هست، حرمت بگیم نگیم به حق فلان، این هم توش بحث‌های خرافی است و همه توش قیل و قال هست، مباحث حاشیه‌ای هست که هیچ ارزشی نداره و بعضا منجر به شرک هم. شما میگید به ذات رسول درست پیامبر رو ذات پیامبر رو عرضه بکنید. خب حالا بعضی استدلال کردن درسته، بعضی میگن درست نیست، اونایی که درستی دلایلشون قوی‌تر و روشن‌تر هست، زیاد هست. خب نهایتش چی میشه؟ یعنی شما توسل به ذات رو مطلقاً جایز می‌کنید. بعد همین باعث میشه که چه نبی، چه ولی، چه پیر و چه مراد، همه افراد رو یک طرف کلاً همون واسطه هایی که مشرکین انتخاب میکرد. فقط تفاوتش اینه که اینجا نام انبیا گرفته میشود، اونا نام بت‌ها رو میگرفتن. بت‌هایی که در واقع هم نمادی از بندگان صالح از انبیاء گذشته بود. نتیجهش توسل‌های این چنانی، نتیجهش همون شرک است. خیلی نکته جالبه میگه که و یعلم منه ان تقدیم الوسیله علی طلب الحاجه ادعا الی الاجابه، برای اجابت مناسب تر هست و حتمی نیست. و اینجا اشاره کرده که عبادت اینجا وسیله قرار داشت. چی وسیله؟ جالب. اون سه نفری که در غار گیر کردن موندن، یادتون هست بهترین استدلال برای اعمال صالحه هست که توسل جسته می شود. اونا اعمالشون رو عرضه کردن مثلا دیگه چیزی تمام. یه استدلال هم خود علامه بیضاوی میگه و اقولو، یعنی ایاک نعبدو مقدم هست، بعد میگه ایاک نستعین. لما نسب المتكلم العبادة إلى نفسه أوهم ذلك تبجحا واعتدادا منه بما يصدر عنه فعقبه بقوله وإياك نستعين ليدل على أن العبادة أيضا مما لا يتم ولا يستتب له إلا بمعونة منه وتوفيقه. این همون نکات عرفانی هست که به کمال زیاد در مصاحبتی که با علامه کهفایی داد خوندیم در شرح حالش که یه عارف بسیار بزرگ بود و مربی علامه بیضاوی رحمه الله بود و این بزرگواران به برکت مشوره او در واقع این تفسیر نوشته شد و به این شکل در آمد. این من برداشت این بیضاوی می‌فرماید رحمه الله که ایاک نعبدو بعد پشت سرش ایاک وقتی که بنده میگوید ایاک نعبدو والله تو را پرستش می‌نماییم، خودش هم شریک می‌کنه، تو را داریم عبادت می‌نماییم. وقتی که میگه تو را عبادت می‌نماییم هست صیغه جمع هست، متکلم در این جمع زیاد برجسته نیست، ولی اگر ایاک اعبدو تو را پرستش میکنم یه مقدار من توش بود تو ما من زیاد ظاهر نیست، ولی با وصف که این هم میگوید من اینجا وجود دارد، مای هست من هم توش هست. وقتی که من و ما میگوید این خودش یه نوع غرور ایجاد می‌نماید، یه نوع تکبر ایجاد می‌نماید. عبادت از من سر می‌زند، من دارم تو را پرستش می‌نمایم، صرفاً تو را من پرستش می‌نمایم. این غرور باید در جا شکسته شود. پشت سرش میگه
همین عبادتی هم که من دارم انجام میدهم او هم بدون از کمک از تو امکانش نیست. نستعین داره این غرور رو میشکنه که صدور عبادت هم اگر از من انجام میگیرد و هم با استعانت تو هست. مثلا این اسلام بلا فاصله پشت سره ایاک نستعین فی هذه العبادت قبلا گفت در همین عبادتی که برای من افتخار هست و دارم وسیلهش قرار میدهم در همین عبادت هم از تو کمک میکنم. اگر توفیق تو نباشه همین عبادت هم تحقق نمیگیره. سوالی شده؟ اقول لما نسب المتكلم العبادة الى نفسه وقتی که عبادت رو به خود نسبت میدهد میگوید نعبدو اوهم ذلك تبجحا و اعتدادا این ایجاد می نماید نوعی فرح و نوعی غرور و نوعی اعتماد به خود و عجب رو به جهت این که به ما یصدر عنه که از او داره عبادت سر میزند لذا فعقبه بقوله پشت سرش آورد و ایاک نستعین لیدل علی ان العبادت ایضا تا دلالت بنماید که همین عبادتی که وسیله هست و باعث افتخار هست این عبادت هم به گونه است که لا یتم اتمام نمیپذیرد انجام نمیگیرد ولا یستتب له یعنی مستقلا از طرف عامل تحقق نمیگیرد الا بمعونة منه و توفیق مگر با کمک و توفیق الله. این حالت عرفان سلوک هست. اینا تحلیلات عرفانی است ولی در نهایت توحید هست. یه توحید خشکی همینطوری که خلق رو هم می‌کند رد و یابس رو قطع می‌نماید و از اون طرف جلو هر ظالمی هم سر هم می‌نماید هم راست می‌شود. یکی اونه یکی اینطوری توحیدی است که به هیچ چیزی توجه نمی‌کنه چشمش به عظمت الله ذوالجلال هست نه عبادتش رو نه خم و راست شدنش رو اونقدر نفی ماسوا می نماید خودش رو هم نفی و قیل الواو للحال ایاک نعبد و ایاک نستعین نکته گفتن این واو و ایاک نستعین حالیه هست معناش اینه که حال قرار میگیره از ایاک نعبد و ایاک نعبد و نعبدک حال کوننا مستعینین بک. خیلی نتیجه داره عبادت رو طور انجام میدیم همراه با استانت یعنی منهای استانت از تو عبادت انجام قید که عبادتش رو حال قیدیست برای و قرئ بکسر نون فیهما نعبد و نستعین و هی لغت بنی تمیم فإنهم یکسرون حروف المضارعه حرفای مضارعه رو چکار میکنن؟ نعلم و تعلم و سوى الياء اذا لم ينضم ما بعدها غیر از یا که ما بعدش مضمون نباشه. حروف مضارعه سوى الياء اذا لم ينضم یعنی این کسر رو میدهن یا رو کسر نمیدن. حروف مضارعه غیر از یا رو کسر میدهن او هم زمانی که بعد از حروف مضارعه ضمه نباشه. نقص رو دیگه چون انتقال از کسر به ضمه خیلی این شرط داره. حروف یا رو که استثناء میکنه غیر از یا سایر سه حرف دیگه رو مکسور میخونن ولی مشروط بر این که از باب فعل یفعل مثلا ینصرون نباشه. درست شد؟ کافی است اینجا. دیدیم سوالی که حوصله‌اش هم نیست تعظیم‌های بیجایی که بعضی بدعتی‌ها دارن مریدانشون جلوی آنها نهایت تعظیم نشون
بعضی تزیین ها واقعا دور از شأن یک انسان هست. انسان جایگاهی داره. توحید یکی از خصوصیات موحد همینه که کاملش راز هست، راز در برابر الله ذوالجلال. توحید آزادگی می آورد. توحید انسان رو اعتماد به نفس می دهد. به جلوی مخلوق خم و راست شدن و افتادن و غلطیدن، اینها با اختلاف شأن انسان هست. حالا قطع نظر از این که دیندار و غیر دیندار هست، چند متری دخم میان یا دم در رب حرکت میکنن، اینا درست نیست. از بله کعبه احترام داره، قبله احترام داره، قرآن احترام هست، نه باید احترامشون گذاشته بشه. اما انسان ها و بارگاه ها و احترامی که ویژه خاص الله ذوالجلال هست برای مخلوق شرکه. کتاب چی رو شما خوندید؟ مصادیق شرک رو، رسالت التوحید علامه سید اسماعیل شهید علامه ندوی رحمه الله با وجود اینکه انسان بسیار معتدل هست، مقدمه خیلی مفصلی به این کتاب نوشته و شرحال علامه ندوی رو قائم به شرق العربی، خاطراتش در کشورهای عربی رفته 6 ماه از سعودی شروع میکنه سفرش و از اینجا میره مصر و بعد دوباره برمیگرده به سعودی تمامش میکنه. 6 ماه کامل در مصر، طولانی مدت نزدیک به 5 ماه خورده در مصر هست و سوریه و لبنان و سفر مفصلی داره. سائح فی الشرق العربی. من این کتاب چند مرتبه مطالعه کردم. 2 نکته خیلی برجسته هست توی ملاقاتاش، توی دیدارهاش، توی خاطراتش. چرا که در شام و در مصر مقامات زیاد است. منظور از این مقامات یعنی مزارات و قبور و به خصوص در شام، در مصر هم خیلی زیاد هست. گروه‌های مختلفی از علامه ندوی دعوت میکنن برای ایراد سخن و صحبت و احزاب مختلف. این کتاب خیلی معلومات میده، با شخصیت‌های زیادی ملاقات میکنه، از سید قطب گرفته تا بناها گرفته. خود حسن البنا رحمه الله موقع نیست یا ولی خب با بقیه ملاقات میکنه. احمد امین، اکثر نویسنده‌های مشهور وجهین باشون می‌نشینه. 2 چیز تو صحبت‌های مولانا دارن. استاد من این گفتم که برداشتم این بود، تایید کرد. یکی این بود که در هر مجلس و محفل و در هر جایی که فرصت صحبت می‌شد، این موضوع رو حالا اونا مطرح می‌کردن، بهش موضوع رو می‌دادن یا خودش، در پایان یک گریزی به طرف دعوت داشت. دعوت و تبلیغ. دعوت و تبلیغ. حتی در مصر بعضی جاها تشکیل میکرد مردم رو. شخصیت‌های بزرگی، علمای برجسته و نویسنده‌های طراز اول رو 3 روز چند روز در اریاف مصر با اینا تشکیل می‌شد. مثلا برای نامعلوم چیزی جدیدی بود، بعد خیلی متأثر می‌شدن، تأثیراتشون رو سوال می‌کرد، می‌پرسید. خیلی خوشحال، خیلی چیز خوبی است. ما در هند این رو داریم، ما داریم این چیکار می‌کنیم در هند اجرا می‌کنیم. شما هم در این روستاهای دور و بر قاهره و کجا اجرا بکنید، خیلی مفیده. ولی ما معلوم داریم از نزدیک حرف می‌زنیم و خطابات همیشه تو کتاب‌ها هست و نویسنده‌ها هست و دانشجوها هست و فرهنگی‌ها هست، با عموم مردم بشینیم صحبت کنیم. این مطلب کمتر جایی بود که حضرت مولانا ندوی رحمه الله فرصتی میشد برای ایراد سخن از دعوت و تبلیغ حرف نزد.
بعضی وقتا میگفتن برای ما توضیح بدید شیوه کار رو کامل. بسیار جاها سوال میکردن شیوه کار مولانا الیاس رحمه الله رو برای اینا توضیح میدن. تا اون وقت شاید جماعت اینجا نیامده بود. این یک نکته دومی که هر جا مطرح میکرد بعد شب میومد خاطراتش مینوشت. معمولا این خاطراتش خیلی ارزش داره که پیوسته نوشته، یعنی روز هر اتفاق رو میفته شب در مقرش اینا رو مینوشت. حالا در جمع بعضی جاها اظهار اگر نمیکرد در تو نوشتهش اظهار میکرد. امروز رفتیم در فلان جا حلقه ذکری بود، اولش خوب بود آخرش خیلی برای من سنگین تمام شد، مسجد برای این بنا نشده، اینطوری حیاوی و اعلام میاندازن، اینطوری اسکار در صدر اسلام نداشتیم، اینطوری چیار میخوندن توی نهدهاشون توسلای بیجای مثلا میکنن. مولانا خیلی روز قلبم به درد اومد که چرا اینطوری باشه، چرا پای مزارات اینقدر رفت آمد و شروع بود. فرانجا اون جلسه قرآن هم میکنن، این سبک خوندن اصلا سبک نادرستی هست، برم آواز میکنن مثل که نوحه بخونن همچی حالت هست. بسیار جاها چقدر موحده، چقدر توحیدی هست و بعد جا اظهار هم میکنه. این شما قابل ما که این دست نداریم، در صدر اسلام هم نبودیم، صحابه هم این انجام نداده. این در ماه بدعات رو باز میکنه، حریجا بشون پس حال اخلاقی رو مطرح میاد. تو اتاقش میگه این روز در ازهر سخنرانی داشتم، اما جمع شدن جلسه با این عظمت، ولی یک چیز خیلی برای من ناراحت کننده بود، حضور اختلاط دانشجوهای دختر و دانشجوهای اینا با هم نشسته بودن. موقعی که برفا من گوش بکنم با خودشون حرف میزدن، من چقدر موضوع خوب آماده کرده بودم ولی اینا به زور به من زدن. من نگاه کردم این طرف اساتید نشسته هستن که انهم اجمعوا علی حلق روحا، اینا چنانن مثل این که همه اتفاق کردن که ریش رو بتراشن. این نکات اخلاقی رو یاد